سلام. اگه چنل آپارات میخوای جدیدن شروع کنی یا چنل داری ویوات کمه، اعصابت خورد کرده ویوها، این ویدیو مختص توه. پس در آخر با ما همراه باشید. لیتس گو تو ویدیو. سلام بچه‌ها، من علی. سلام بچه‌ها، به آپاراترشو خیلی خوش اومدید. توی این چنل من معمولا آموزش‌های آپارات، الگوریتم آپارات و باگ‌های آپارات رو بهتون آموزش میدم. حالا امروز بزنم یه چند تا اصطلاح و یه چند تا کارهایی بهتون میگم که میتونید چنلتون رو راحت رشد بدید. بچه‌ها اول از همه ما چند تا مخاطب داریم. خب مخاطبای گوناگونی داریم که میان مثلا آپارات نگاه میکنن. تو یوتیوب و بقیه الگوریتم هم همینطوره، بقیه اپلیکیشن ها. مخاطبمون مخاطبای نیمه فعاله، مخاطب فعاله، مخاطب غیر فعاله. حالا یعنی چی؟ بچه‌ها اگه دقت کرده باشید اول ویدیوتون رو باید اینتروی ورودی خوبی داشته باشید. وقتی مثلا میاد یه آنچه خواهید دید یا مثلا از ادامه ویدیوتون یا حالت رقص بذارید اولشو، یا مثلا یه تیکه جذابشه بذارید اول ویدیو. مخاطب وقتی که میاد داخل ویدیوتون بمونه تا آخر ویدیو ادامهش داشته باشید. خب ادامهش بمونه، نگاه بکنه. اولا که نگاه کنید ببینید شما فرصت طلایی که میتونید مخاطب نگه دارید تقریبا 10 ثانیه است. توی 10 ثانیه اول باید مخاطب نگه دارید. اگه نگرش نتونید بدارید مخاطب بره بیرون، این آپارات هم مثل یوتیوب درسته به مشکل برمیخوره، یعنی واچ تایمتون به مشکل میخوره و ویدیو رو وایرال نمیکنه. اگه هرچی بتونید مخاطب رو بیشتر نگه دارید داخل چنلتون و داخل ویدیو، اون ویدیو بیشتر وایرال میشه. آپارات قصدش اینه که اون مخاطبی که داخل آپارات اومده رو نگه داره و ویدیوها رو بهش نمایش بده و اون طرف باندی که مصرف میکنه داخل پلتفرم آپارات مصرف بشه، نه جای دیگه. پس اگه بفهمه که این ویدیو خوبه به بقیه هم نشونش بده، درست عین یوتیوب. خب برید بچه‌ها، آپارات دقیقاً عین یوتیوب تامنیل زدن. بهتون گفتم تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که تامنیل زدن عادی میتونید برید یه چیز تامنیل بزنید، اما یه قواعد خاصی داره. مثلا شما رفتید توی ریاضی میخواد یه مسئله یا حل کنید، توی فرمولای خاصی باید طبقش تامنیل بسازید. خب عین یوتیوب هم دقیقاً همونطوریه. خب حالا شما در مخاطبا براتون میگفتم. مخاطب نیمه فعال یعنی مخاطبی که میاد بین ویدیوهایی که تو آپارات داره میچرخه نگاه میکنه، کلیک میکنه روش. خب اما میاد ویدیو رو مثلا نگاه میکنه تا نصفه نگاه میکنه و میره بیرون. این میشه مخاطب نیمه فعال. خب مخاطب غیر فعال اینیه که میاد فقط ویدیو رو نگاه میکنه ولی اصلا روشون کلیک نمیکنه. چی بشه کلیک کنه؟ خب یا مثلا تو لایو بیشتر میچرخه، اینا میشن غیر فعال. اما مخاطبای فعال چه کسایی هستن؟ مخاطبایی هستن که اول کار ویدیو رو وقتی باز میکنن تو آخرش میشینن نگاه میکنن، میان کامنت میکنن، ویدیو رو هم لایک میکنن. خب بعد شما باید چیکار کنید بچه‌ها؟ وقتی شما میبینید اون مخاطبی که به صورت این معمولا این مخاطبایی که اینجوری میکنن وفادار میشن، بعدن به مرور زمان براتون وفادار میشن. خب یعنی هی میان نگاه میکنن. آپارات اینم براش خیلی مهمه، مخاطبایی که قبلا اومدن دیدن دوباره بیان ببینن. درسته؟ این خیلی تاثیرگذاره تو آپارات ها. عین یوتیوب خیلی‌ها نمیدونن ولی واقعا هم چیزی تاثیرگذاره. خب و ویدیو رو وایرال میکنه. حالا بچه ببینید توی حین ویدیو مثلا شما رسیدید به یه تیکه از جای آپارات بخش تبلیغاتش توی یه بروز ثانیه جدیدش که تقریبا 2-3 ماه پیش داد، میبینید که بین ویدیو هم تبلیغ پخش میکنه. خب حالا یه نکته داریم، ببین بچه شما خود آپارات الگوریتمش میفهمه که کجا باید تبلیغا پخش کنه. خب مثلا چرا وسط نمیاد وسط کار مثلا مخاطب اعصابش خورد پخش کنه، یه جایی میذاره که مثلا مخاطب ادامهش میخواد نگاه کنه. پس شما باید چیکار کنید؟ یه جوری ویدیو رو بسازید، هماهنگ کنید که اون پلتفرم آپارات که میاد مثلا ویدیو رو نگاه کنه بتونه متوجه بشه، آپارات متوجه بشه اون رباتش که مثلا شما اینجا رو مکس کردید. دیدید یوتیوب مثلا اگه آموزش های یوتیوب رو دیده باشید میگن یه صفحه سیاهی بذارید، چیزی بذارید که مثلا بتونید روش تبلیغ بذارید. آپارات هم خودش میذاره ولی این هم چیزی توش صدق میکنه. پس شما سعی کنید یه همچین کاری بکنید، مثلا تو اوجش یه کاری بکنید که مثلا مخاطب به ادامهش گیر کنه، وسطش تبلیغ بیاد. خب اینا داشته باشید. یه نکته دیگه داریم بچه‌ها، کال تو ریاکشن انجام بدید. کال تو ریاکشن یعنی چی؟ ببین مثلا به عنوان مثال مثلا من الان چنل آپارات من نگاه کنید، من الان بذارم یه رفرش بزنم، شما میزان بازدیدهای چنل من نگاه کنید، چنلتون به مرور زمان پیشرفت میکنه. حالا برام میاد مثلا چرا اینقدر ویوهای خودت کمه. ببین بچه‌ها همین الان تا ساعت 4 تقریبا 696 نفر بگو 700 نفر دیگه ویو دارم و تقریبا 3000 ساعتمو پر کردم. شما الان تقریبا لنگ این 3000 ساعتید. خب شما باید کال تو ریاکشن داشته باشید. یعنی چی؟ وقتی که شما دارید داخل ویدیوتون تولید محتواتون خب
ویدیو دارید میسازید، سعی کنید بین ویدیوتون بگید فلان ویدیو مرتبط به این ویدیوه، ویدیوهای داستانی بسازید. خب بگید اگه اون ویدیو رو ندیدید بیاید این یکی ویدیو رو نگاه کنید. دیدید مثلا معمولا میگن اینو نگاه کن اونو نگاه کن، این ساجستشن چنل آپاراتتون رو میبره بالا میبردتون و راحت تر میرن داخل اون یکی ویدیو. آپارات میفهمه که از این ویدیو بهش مربوط میشه، پس بیشتر به مخاطبان نشون میده. خب اسمش کال تو ریاکشنه و سعی کنید مثلا وسط های ویدیو هی اسم اون کلمات کلیدی که داخل عنوان به کار برده توی ویدیوی قبل براتون گفتم، میتونید برید نگاه بکنید. خب که چطوری کلمات کلیدی بزنید، قدرت سنجی کنید، اون بالا براتون میاد، میتونید نگاه بکنید. حالا من تو ویدیوهای بعدی بهتون یاد میدم که چطوری میتونید اون ویدیوهایی که اون بالا براتون میاد، یا مثلا اگه دقت میکنید توی ویدیوی من ثانیه به ثانیه مثلا نوشته که آموزش الگوریتم، آموزش نمیدونم چی تیکه تیکه شده. خب این به آپارات کمک میکنه که بهتر نشون بده. خب یه نکته دیگه که میخواستم بهتون بگم، و سعی کنید مثلا بین ویدیوتون به مخاطب بگید که همین الان اگه از ویدیو خوشتون اومد بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید و بقیه هم بازنشر کنید. خب ویدیو رو بازنشر کنید توی کانالتون که بقیه هم ببینن و دوست دارن، لذت ببرن. خب اینا خیلی مهمه. بچه‌ها یه نکته دیگه که بخوام بهتون بگم، تا الان من 5 مورد اساسی رو میخوام براتون بگم. خب 4 تاشو گفتم، آخری خیلی مهمه. بچه‌ها دیدم که آخر ویدیو آخره که کارشون داره تموم میشه میرن. شما 1% بگید، یه مخاطب دارید 1%، همون 1% تا آخر ویدیو رو میمونه. خب یعنی اگه شما اون اند استرینگ یا آخر ویدیوتون رو درست تنظیم نکنید، نچینید، مخاطبتون میسوزه یا مخاطب سوخته میشه، یعنی نه فالو میکنه نه لایک میکنه. بعد چیکار کنید؟ بچه آپارات دقیقاً چند تا راه برای اند اسکرین داریم. اینه که خود پلتفرم آپارات نگاه کنید. الان بذارید من بیام داخل اینجا اند اسکرین رو بهتون بگم که بفهمید مفهومش چیه. میایم مثلا اینجا میریم داخل یه بخشی اضافه کرده راکستار آپارات به نام افزودن کارت. خب این بالا افزودن کارت که شما ببینید الان من تنظیم نکردم که اومدم بهتون آموزش بدم. خب این بالا رو اگه نگاه کنید نمیشه که انتخاب کارت های پیشنهادی. حالا این کارت ها میشه همون ویدیوهاتون که حالا بهتون میگم 20 ثانیه 10 ثانیه‌اش مهمه. دقت کنید بچه‌ها، ویدیوهای دیگه تون میتونید از توی کانالتون مثلا انتخاب بکنید و بذارید که مثلا مخاطبا بیان نگاه بکنن. خب 4 تا میتونید بذارید و میتونید دکمه دنبال کردن هم بذارید، اما دکمه دنبال کردن بهتره که نذارید آخر ویدیو. چرا؟ ببینید بچه‌ها معمولا شما وقتی ویدیو رو اجرا میکنید، خب اجراش که بکنید تبلیغ پخش بشه بیاد بالا، بکنید یه لحظه بذارید تا من تبلیغ پخش کنم. ببینید بچه‌ها دقیقاً منظور من اینه. بکنید من الان مثلا به عنوان مثلا یکی از ویدیوهامه، خب آنچه خواهید دید کم کم ببینید آنچه خواهید دید میذارم، مخاطب دوست داره یه همچین چیزیا. خب میذارم و میاد نگاه میکنه میگه یه همچین چیزا مثلا داخل اون چیزی که داره نمایش شده میشه هم وجود داره. خب حالا میخواستم اینو بهتون میگم اند اسکرین چطوریه. اوکی بچه‌ها شما برای نوشتن اند اسکرین یا مثلا همون صفحات آخر، وقتی شما صفحه رو باز کنید مثلا بین ویدیو یه ذره که نگاه کنید ویدیو رو، این گوشه سمت راست خود آپارات یه همچین چیزی داره. خوشبختانه آپارات نه خودش اتوماتیک میذاره، نیاز نداره شما مثلا برید لوگو بذارید، ولی برای یوتیوب همچین چیزی نیست. این گوشه سمت راست ویدیوتون قشنگ این پایین علامت فالو کردن برای اون مخاطب میاد و مخاطب راحت میتونه فالو بکنه. خب پس نیاز نداره آخر ویدیوتون اون اند اسکرین دنبال بزنید، ویدیوهاتون رو بزنید، ویدیوهای مهمتون رو بزنید. خب که مخاطب نگاه کنه. سعی کنید هم توی مثلا 10 ثانیه بزنید که 20 ثانیه نشه. خب 10 ثانیه آخر بزنید که 20 ثانیه وقتی نکته مهمی دارید میگید، چیزی میگید که مثلا مخاطب اعصابش خورد نشه، مثلا صفحش تار میشه، یه دفعه اون 4 تا میاد. خب حالا بچه‌ها یه نکته دیگه داریم ما تو اینجا به نام افزودن کارت. حالا افزودن کارت به چه درد ما میخوره؟ ببینید بچه‌ها اگه شما کارهایی که خود پلتفرم آپارات شما حتما ببینید بچه‌ها، ما یک کامیونیتی داریم، کامیونیتی آپارات. خب یعنی مثل همون کامیونیتی یوتیوبه، کامیونیتی گایدلاینز یوتیوبه، یعنی همون بخش راهنمایی و پلیسی آپارات میشه یا همون یوتیوب میشه. یعنی چی؟ ببینید بچه‌ها مثلا اگه شما دیدید مثلا استراک میخوره، مثلا ویدیوتون رو پاک میکنن یا مثلا درآمدزایی میافتید، اینا دقیقاً همین کاریه که یوتیوب، همین کاریه که آپارات هم همین چیزی داره. چنل معروف آپارات اینه، نگاه کنید الان بهتون نشون میدم. چنل معروف آپارات این میشه. حالا اینه این چنل معروف آپارات، میتونید شما توی گوگل سرچ کنید آپارات،
aparat.com براتون اولین سایتی که میاد اینه، میتونید دنبالش کنید. تمام خبرهای رسمی هر چی که بهش نیاز دارید و بهتون میزنه. توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که شورت ویدیو رو چطوری بسازید، یا اگه ساختید چیکار کنید که به ویدیوهای بلندتون ویدیوهاتون و ویوهاتون رو ببره بالاتر از قبل. مثلا باشه استفاده از شورت ویدیوهای لانگتون رو ببرید بالا ویوهاشو. بچه‌ها امیدوارم که تو الان از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدارتون.